دوستان در این روزها شبهه‌ای در فضای مجازی و حقیقی به نسبت یک موضوع ما بین جوانها رد و بدل میشه. موضوع اینه، شبهه‌ای وارد کردن به نسبت عموما در مورد برادران جماعت تبلیغی، ولی مبنا که بعضی از اشخاص ادعا کردن بنابر فهمی که از قرآن و دیگر مطالب دینی به ذهن خودشون رسیده که اگر احیانا کدام مردی از زن خودش به مدت 4 ماه دوری اختیار بکنه پس زن او طلاق میشه. آیا این درست هست یا نیست؟ مثلا برادران تبلیغی ما میرن برای 4 ماه و 7 ماه و سال. این شبهه را ما بین ایراد کردن که بله اگر کسی از زن خودش به مدت 4 ماه کلا مفارقت کامل اختیار بکنه، اینو گفتن که زنش طلاق میشه. حالا اینکه اشتباه محض است، چون که مثلا یه چیز مشخصی همینایی که در جنگ تحمیلی ایران و عراق همینایی که 6 سال 5 سال 7 سال در اسارت بودن، وقتی برگشتن زن همون زن همونا بود دیگه. یه اشخاصی که الان برای ترکیه و چین و ژاپن و دیگر مناطق ایران و جهان برای کار و کارگری و کسب رزق حلال میرن، اینا خیلی وقتا میشه که ماها بر نمیگردن. کسی این سوال به ذهنش نرسیده که آیا این زنش اینجا طلاق میشه یا نمیشه. اما وقتی بحث دین دیانت میاد این شبهه را وارد کردن که بله اینا زن بچه‌شون 4 ماه میگذارن میرن و زن این طلاق میشه. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه در سوره بقره آیه 226 الله مثلا مطلبی را فرمودن که للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. اون اشخاصی که قسم میخورن که من به زن خودم نزدیک نمیشم، اینها تا 4 ماه مهلت دارن که وضعیت این زن را مشخص بکنن. موضوع چیه؟ موضوع از این قراره در زمان جاهلیت که بر زنها خیلی ظلم میشد، اونجا مشرکان مکه ما بین خودشون یک طریقه خلاف مرضی الله متعال را برای انداخته بودن که قسم میخوردن من با زنم اصلا نزدیکی نمی کنم و چه بسا بوده که سالها با این زن نزدیکی نمی کرده و این زن دیگه معلق نه با شوهر بوده نه بی شوهر بوده، همینطور دیگه آواره بوده. الله متعال اینجا یک قانونی را وضع کردن که للذین یؤلون من نسائهم، اون اشخاصی که قسم میخورن من به زنم دیگه نزدیک نمیشم از نظر مثلا مسائل جنسی، برای اینا تربص 4 اشهر، اینا 4 ماه فرصت دارن وضعیتشون مشخص بکنن. فإن فعوا فإن الله غفور رحیم. اگر از این قسمی که خوردن برگشتن گفتن آقا من اشتباه کردم قسم خوردم من با این زنم زندگی میکنم، پس الله متعال غفور رحیم هست. پس اینجا کفاره قسمش میده که اگر دارا هست اندازه 10 نفر مسکین باید مثلا اطعام بکنه، یا همین فطریه‌ای که هست همون فطریه مثلا اندازه 10 فطریه به فقیر فقرا باید صدقه بده. نه اگر دارا نیستم 3 روز پشت سرم باید روزه بگیره. اما نه اگر کسی قسم خورد که من به زنم نزدیک نمیشم، خب و بر سر این قسمش هم وایساد تا 4 ماه، بعد از 4 ماه و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم، اگر تا 4 ماه بر این قسم خود پایبندی کرد و بر زن خودش نزدیک نشد، شریعت اینجا مقرر کرده که خود به خود این زن یک طلاق میشه. مشخص شد دیگه موضوع نه؟ لذا اون اشخاصی که 1 سال 2 سال میرن برای کسب و کار، هر موضوعی بوده برای دین و دیانت هر موضوعی باشه فرقی نمیکنه، از زن خودشون جدایی اختیار میکنن بدون قسم خوردن. اگر سالها هم همینطور روی ادامه پیدا بکنه اینجا هیچ طلاقی واقع نمیشه. این بحث قسم خوردن است. کسی قسم میخوره، کسی قسم نخورده همینطور مثلا از زنش جدایی اختیار کرده، ناراحته، با هم دیگه دعواشون شده، 6 ماه با هم ناراحتن، نزدیکی هم نکردن، خب اینجا هیچ طلاقی واقع نمیشه. این برای اون اشخاصیه که للذین یؤلون من نسائهم، قسم میخورن که من به زنم نزدیک نمیشم. متوجه شدین دیگه؟ پس موضوع چیه؟ مثلا موضوع اینه، این شبهه‌ای که ما بین انداختن این اشتباه محض است و خطای آشکاره. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.